اون موقع منو دادگاه خواست. اون فرد گفت که کاری که شما کردین مبارزه با نظامه و تبلیغ مسیحیت تبشیری. با توجه به اینکه شما مسلمون بودی و مسیحی شدی، شما حکمت ارتداده. حکم ارتدادم که همون حکمش اعدامه. اونجا بود که ازش خواستم 5 دقیقه بیرون برم. گفتم تو باز هم حاضری به این مسیری که من هستم ادامه بدی؟ اگه شرایط سخت‌تر از اینم بشه تو باز هم با من هستی؟ گفتم من واقعا تا آخرش با تو هستم، ولی حاضر نیستم هیچ کدوممون به هیچ عنوان مسیحا انکار کنیم. من گفتم اگر به من گفت از دین مسیحیت بیا بیرون، اون برگره نمی‌نویسم. اون گفت با هم دعا کنیم. برای دل اون افرادم که توی اون بالا داشتن به هر حال حکمی می‌خواستن بنویسن، برای اونام دعا کردیم. وقتی به دادگاه برگشتم، قاضی گفت بنویس. گفتم خدا محبت. گفت امضا کن. نمیدونم چرا امروز، نمیدونم چرا دارم به تو حکم آزادی میدم، اما اگه دفعه دیگه بگیرمت مطمئناً حکم اعدامت امضا میکنم. ما به خونه برگشتیم، شروع کردیم دوباره به بشارت دادن.